خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امیدوارم که درس اذیت کردی ان شاء الله. خب ان شاء الله یک سرسری درسی گذشته را یکمش این نماز عمل بالنیات بود، دومش جبرئیل علیه السلام پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم اومده اسلام چی ایمان چی کتا سوال جواب میکنه. ماشاءالله خیلی حرکت کردی، خیلی حرکت کردی ماشاءالله میگم. نام حدیث چیه؟ حدیث چی گفتیم؟ حدیث جبرئیل علیه السلام اومد پیش پیغمبر علیه السلام. در آخر حدیث پیغمبر علیه السلام چی فرمودن؟ جبرئیل علیه السلام اومد چی؟ تو یعلمکم دینکم. جبرئیل علیه السلام اومد تا برای شما دین شما را بیاموزد. همین بود. خب پیش از این میریم یکم حدیث کم صحبت میکنیم. برای همش حدیث ها مهم هستند. همین 42 حدیث در اصل در کتاب 40 حدیث امام نووی رحمه الله 42 تا، لیکن نموش 40 حدیث است. همه این حدیث ها خودش هر یک حدیث خودش به علاوه قانون وری قاعده وری هستند، بسیار مهم هستند. خب اولین حدیث درباره چی بود؟ درباره اخلاص صحبت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمودند که انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال وابسته به نیت هستند. ما انسان ها مأمور هستیم برای اعمال شایسته انجام دهیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را خلق برای اعمال شایسته. خداوند میفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان ها و جن ها خلق کردن برای عبادت، برای توحید، برای اعمال شایسته. یعنی همه حدیثی که میگن پیغمبر علیه السلام یعنی تمام اعمال ما و شما همین حدیث در بر میگیره. یعنی یک عمر انسان اعمال میکنه. این حدیث بسیار مهمه دونستان، یعنی که تمام اعمال انسان وابسته بر همون نیتش است. هر چی که انسان نیت بکنه اینجا انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. یعنی انسان از اعمالش هر چیزی میگیره که همون چیز اون انسان نیت کرده بود. یعنی اعمال صالح به خاطر الله باشه، الله بندش دوست میداره، اعمالش قبول میکنه. اینجا بسیار مهمه که خداوند اعمال قبول بکنه. خداوند نظر میکنه به اعمال ما، به نیت های ما شما که چقدر یعنی اخلاص ما چقدر به چه اندازه هسته. نیت ها متفاوت هستند، نیت ها دل ها فرق میکنه. مثلا بفرض کس میدونه حدیثه، میدونه که الله بسیار دوست میداره که نماز بسیار با خشوع شوانه از تحت دل یک کس نماز میخونه، استدام میشه در محراب، تصور میکنه که آخرین نماز شد، یعنی نماز وداع کننده خیر خوش کننده میخونه. نه این فرق داره. کسی که مثلا کسی میگه مثلا هش مثلا در تجارت در دیگه جو الله اکبر در تحریم در اصل چیه؟ الله اکبر میگه دنیا پشت سر شد، الله بزرگ، الله عظیم عبادت میکنه. در دور نماز رفته هنوز هم در فکرش در تجارت در دیگه جای مثلا الله قبول میکنه، اما فرق دارن چیو نیت ها فرق دارن. نیت ها بنا بر همین خداوند نظر میکنه به نیت ها. نیت ها اگر به خاطر الله باشه الله سبحانه و تعالی ثواب و پاداش میتیه، اجر میتیه. یعنی این بسیار مهمه انسان کوشش کنه حرکت کنه. سبحان الله. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه انا بینه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
و ما امروا الا لیعبدوا الله و ما امروا الا لیعبدوا الله. لیعبدوا الله. شما مأمور نشده اید، یعنی شما وظیفه دار نشده مگر یک وظیفه. برای یک وظیفه شما مأمور شدگی، برای یک وظیفه شما خلق شدگی. برای چی؟ لیعبدوا الله. فقط الله یکتا را عبادت بکنید. ادامهش مخلصین، با اخلاص، با محبت. یعنی که الله با اخلاص و محبت انسان باید عبادت بکنه. انسان اون زمان دیگر وقتی که با اخلاص الله عبادت کنه لذت میبره عبادتش، نه؟ شیرین و حلاوت ایمان احساس میکنه. خب این حدیث یک داستانی مشهور است که با نام مهاجر ام قیس. اگه ما نمیگم سبب نزول همین حدیث همین است، اما هست همین خیلی تاریخ، داستان، قصه که یک زن بود ام قیس در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. یک انسان میخواست ازدواج بکنه. ام قیس برای همین مرد شرط گذاشته بود که تو از مدینه، از مکه مکرمه هجرت میکنی به سوی مدینه منوره، بعد من با تو ازدواج میکنم. بنابر همین اون هجرت کرد. اون وقت هجرت واجب بود، دستور الله و رسولش بود، نه؟ که انسان ها بعد هجرت میکردن. در زمان پیغمبر خدا علیه السلام به سوی مدینه منوره، چون که از طرف مشرکین قریش کفار بسیار اذیت آزارش میرسونن فقط به خاطر اینکه الله عبادت میکنن بس. بنابراین اونجا فرض واجب بود. اما این مهاجر ام قیس هجرت کرد به خاطر ازدواج. در حدیث پیغمبر معظم اسلام علیه السلام یک جزئی حدیث بیان میکنه: من هاجر الی دنیا او امراتین یزوج او امراتین ینکحها. انا هر کس که اگر هجرت به خاطر دنیا، تجارت یا که زن، یا میگه همون هجرتش به خاطر همون چیزه، به خاطر الله و رسول نیست. این ام قیس هجرتش به خاطر چی بود؟ به خاطر الله و رسول نبود، پس به خاطر چی بود؟ به خاطر زن بود. اما ما نمیگیم که ما دلیل نداریم که سبب نزول این حدیث مثلا همین بود، اما همین خیلی داستان بود. یعنی که اون چیزی هست که بسیار روشن میکنه نه قضیه را. مثلا همین حدیثه همون مهاجر ام قیس هجرت کرد به خاطر زن، ورنه میتونست که به خاطر الله نیت بکنه و رفته زن هم بگیره. نه که اگر هر کس اگر هجرت بکنه به خاطر الله ضمناً زن هم بگیره، مقصد ضمناً از اول هم نیت زن هم بکنه، ثواب هجرت هم میگیره. اما مثل اون شخصی که خاص هجرت میکنه به خاطر الله، ثواب اون خیلی نمیگیره. میلفه حوض حج و حج میرون، بعضیش میرن تجارت میکنن، آبی زمزم میارن، دیگه لباس میارن، هم حج میکنن، ضمناً گفته رسول زادنو تجارت میکنن. این ثواب میگیره به خاطر الله نیت بکنه، میگیره ثواب. اما ثواب کامل پره یا که ثواب اون خیلی ثوابه که اون حجیه که فقط به خاطر الله هجرت میکنه، نیتش الله، مثلا یگون چیز خود از مال دنیای اونجا شریک نیست، این ثواب ثمره این فرق داره خلاصه. اما هر دینیشو ثواب میگیرن، ثواب ثمرهش میگیرن. این قضیه بود. این خیلی داستان ها گفته بودن در یوتو هست، داستان ها برای اخلاص. خیلی مرور میکنیم ان شاء الله. شاید کسانی که ندیده باشن بازم ان شاء الله از این داستان ها چکنن. داستان های زیاد هستن. یک اگر داستان ها بیاریم، داستان های ابن سیرین رحمت الله علیه. سبحان الله، ابن سیرین رحمت الله علیه یک از عالمای مشهور بود. یک سخنش همیشه در یاد میزنه. الله اکبر. ببینه الله سبحانه و تعالی این خیلی دوستایی دارن که عجیبه ده. سبحان الله میفرماید که من الله چشم من هرگز به دخترای نامحرم نه غلطیده بود. یعنی که من هرگز دختری بیگناه ندیده بودم. حتی میگه در خوابم دختری بیگناه
دختری بیگناه را دیدگی نیستم. در خواب میگه دیدگی نیستم حتی. سبحان خدا رحم کنه با حالمونه. در مسجد میایم اینقدر از مسجد میبریم سبحان کلا دیگه آدم میشیم. چقدر چشما در محرمات پناه الله پناه بتیا قوت بتیا این مشکلی بسیار سنگینه. از موضوع بیرون نبریم الله سبحانه و تعالی خواست خطاب به مردم میکنه این مردها و این مردم مسلمان میکنه. میدونیم وقتی که خداوند عجیبه وقتی که بفهمی قرآن مستقیما یعنی دیگر تأثیرات میتیه انسان وقتی که میخونی ترجمهش تفسیرش کم دو پیله مثلا دو پیله خفوتره. وقتی انسان مستقیما میگیره میفهمه قرآن یعنی یک میره محمد الله دوستی الله احساس میکنی. کل المؤمنین الله امر میکنه بگو برای مردم این پیغمبر من بگو برای مردان مؤمنان خطاب محبتانه مردان مؤمنان بندگان من بندگان به من نادیده ایمان آوردن یغضوا من ابصارهم چشماشو بپوشونن. همین خیلی با جداگانه برای زنها میاره یعنی که بسیار مهمه. از این داستان اون داستان میبریم سبحان الله. داستانش گفتنی بدون که ابن سینا رحمت الله یک کسی بود که همسرش مثلا همسر زنش صحبت میکنه شب وقتی که در خواب میکردیم در جوگا با من چنان یعنی معاملت میکرد که در جوگای خواب ممکن مثل مادر با فرزندش بازی مینه یا که نوازش میکنه. مثل مادر با فرزندش نوازش میکرد ابن سیرین با من میگه که نوازش میکرد. وقتی که من خواب میبرد آهسته آهسته بلند میشید میخواست نماز میخوند تازه همسرش تا زنش نبیند یگان کس بغیر الله نبینه الله عبادت کنه عبادت فقط به خاطر الله باشه. این است اخلاص محبت. از این صحبت زنش بفهمیده میشه که گاه وقت زنش خوابش نمیبوده یا که میدیده مقصد که همین خیلی کیس از همسری من مقصد شوهری من. این است انا اخلاص. دیگر دوستان و سرگذشت حضرت علی بن حسین بن علی ابن ابو طالب رضی الله عنه که به نام زین العابدین مشهوره. اینا بسیار کار میکردن بالای ایمان ها. ایرا بدون با ارزش ترین چیز نزد ما این ایمان های ما و شما هستن. این نیاز به کار داره ایمان ها. باید بالای ایمان کار کرد. ایمان کم زیاد بشود. صفت الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید و اذا تتلی علیهم آیاتنا زمان و اذا تتلی علیهم آیات ربهم همین خیلی خطا نکنم چند دو سه جدا میاد زادتهم ایمانا ایمانش زیاد میشوند یعنی که ایمان قوی میشود. اگر بالای ایمان کار نکنی ضعیف میشود. اینا که این طرف نرم مقصد که مثال دوستان زیاد دارن ای موضوع بیرون نبرم. اونا بالای ایمان کار میکردن. زین العابدین رضی الله عنه شب وقتی خواب میشید میرفت در دروازه های خانه های مردم صدقه میگذاشت صدقه میکرد شب که نبینن کسی. سحری وقتی که مردم بیدار میشدن در باز میکردن میدیدن که چند صدقه های موندگی حیرون میزدن کیه ای سبحان الله. با مدت دراز همین دوام داد. 40 روز چند روز دوام داد. میخیل کسی نمیدونست ای کیه سبحان الله در این شهر که ایقا مردم یاردم میکنن. بعد از مدتی که زین العابدین رضی الله عنه دنیا گذشتن این کار قطع شد منع شد کسی دیگه نآورد. بعد متوجه شدن بعد فهمیدن که این کیه زین العابدین سبحان الله بوده که مردم در روایت میگه 27
خانواده را بعضی دا بگه 47 خانواده را تأمینات میکرد صدقه میداد. سبحان الله. صدقه بسیار جایگاه خاصی داره که پیغمبر الله میگه صدقه حجت هست. یعنی که خیلی ما پاسپورت داریم، حجت ایمانداری و مسلمانداری انسان هست که پیغمبر الله میگه خودتان از آتش جهنم بخره ولو به شق تمرین، اگرچه به نیم خرما هم باشه. صدقه خشم الله خاموش میکنه. یک داستانی که حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه، اون خودش سبحان عجیب تاریخی داشتن. چقدر داستانهای شیرین، چقدر داستانهای بر زندگیش مهم، تربیتی. با وجودی که امیر المؤمنین بود، تصور بکنید تمام کشورهای مسلمان در تحت تسلیش بود، دستش قدرتش بود، شبها خوب نمیکرد. شبها در کوچه های مدینه منوره یعنی سر میزد، فر میگشت، نگاه میکرد. فکر کنم محتاج به توضیحات نیست. نه تماشا کنید اخبارات انسان های با قدرتمند در رأس قدرت قرار دارن نمیتونن بیرون ببرن. چقدر اخرانیکو، چقدر چیو. حضرت امیر المؤمنین تک تنها شب فر میگشت، یگان اخرانیک نداشت. با میگم بسیار ای موضوع میبرم سبحان اگر نقل کنم. ویزانتی وقتی که پسل سرایی میکنه گفتنی میاد که امیر المؤمنین در کجا های، وقتی میام پیداش میکنه خوبه مبین مردم در کفشاش در میگه عدالت رعایت کنی با تنجی خوب میکنی، اسلام قبول میکنه. ای رفتار کردار اصحاب پیغمبر خدا، کسانی که در مکتب پیغمبر خدا فارغ التحصیل شدن، اصحاب پیغمبر خدا. اصحاب پیغمبر خدا الله در سوره مبارکه بقره الگو و پیشوا قرار میده. والذین تبعهم باحسان، کسانی که از اول آیه المهاجرین و الانصار صحبت میکنن، با والذین تبعهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسانی که بعد از مهاجرین و الانصار اصحاب پیغمبر خدا به دنیا میآیند، کسانی که اطاعت و پیروی با خوبی به نیکی از اصحاب پیغمبر خدا میکنند، الله سبحانه و تعالی اعلان رضایت کردگیه. همون خیلی که اعلان رضایت بر اصحاب پیغمبر خدا کرد، یعنی بر تمام ما شما همین داخل میشود. هر کسی ما شما از به خوبی به نیکی از اصحاب پیغمبر خدا پیروی بکنیم، همون اعلان رضی الله عنهم و رضوا عنه نصیب ما شما میشود. یعنی الله مهربان دوسته، دوستی میکنه که شما دلای شما نرنجن، دلای شما دور نرون. الله محبت، الله بسیار مهربانه. یعنی اینا کسانی بودن که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم فارغ التحصیل شده بودن. شبا در کوچه مدینه منوره سیر میزد، گشت میکرد که کسانی نباشند که بر دیگر کسان در شب تاریک است ظلم کنند، بر ناموس مردم تجاوز کنند. سیر میزد، گشت میزد، نگهبانی میکرد. در روزی در خدمت خلق بود، در خدمت بندگان الله بود. شبم خدمت میکرد، اما نصف شب میخواست خودش تعذیب میکرد. سه شب اخیرش میخواست تهجد میخواست، قمچینی داشت، نه پای خودش میزد. ای امهر تو اینو چیکار کردی؟ اینو چیکار کردی؟ خودش محاسبه میکرد. چیکار کرد به خاطر خدا؟ چی خدمت کردی؟ یعنی خودش حساب میکنه. سبحان الله، الله سبحانه تعالی بر حال ما شما رحم کنه.
شاید یگان تایما در طول حیاتمون نباشه که یک روز بشینیم فکر کنیم خود محاسبه بکنیم که ای بچه ای مردک ای فلان تو چیکار میکنی این قرار چیکار کردی حاضر اگر مرگ بیاد چیکار میکنی چی خدمت کردی شاید یک روز هم یک شب هم نباشه بر خود محاسبه بکنیم. حضرت عمر فاروق سبحان الله آسته آسته میریم ده از موضوع بیرون میریم خیبر میگردیم انشاءالله. خدمت میکردن شبها خدمت میکردن خدمت خلق خدا میکردن هیچ که نمیدید چو پنهانی. یک شب در زمان خلافت ابوبکر الصدیق رضی الله عنه شب میبینه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شبو کجا میروه اون برای ما پوشیدن است که عمر فاروق رضی الله عنه همیشه کوشش میکرد که مسابقه کنه با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسابقه میکرد بگذرش اما رحم خدا شامل ابوبکر صدیق رضی الله عنه شد که بعد از پیغمبرها بعد از تمام پیغمبرها رقم اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگیره. ابوبکر که این خاک مدینه منوره نباید فراموش نکنیم که مرشید این مکه مکرمه نباید این دین الله بود اعمال صالح با اخلاص با محبت همونه که ما به خاطر جمع شدیم که خداوند روزیش از ما و شما اعمال میبینه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کجا میره شبا باید پیگیری مینه وقت میبینه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و شما میره پیرزن خدمت میکنه خانه میره و اب خودش میکنه طعامش تیار میکنه لباسش میشوه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحان الله کدام یک از ما هستن که در رأس قدرت خدمت کنه فقط در دین ما میگه که سروری در دین ما خدمتگری است. اگر میخوای سرور شای میخوای کلمتر شای میخوای که آقا شای میخوای که امیر شای خودمترین ما باید شای خدمتترین ما باید باشه یعنی خدمتترین ما اون امیر ما است اون آقای ما است سرور ما است کلونی ما است. عجیب سبحان الله این نمونه از اخلاص که خدمت میکردن. خب امام احمد بن حنبل بارک الله فیک امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سبحان الله چقدر عالمای بزرگی بودن بسیار با اخلاص و محبت بسیار عابد بودن بسیار عبادت میکردن بسیار روزه میگرفتن پنهانی روزه یک اعمال است که هیچ کس نمیبینه روزه میگیره هیچ کس نمیفهمه که روزه داره بسیار با اخلاص و محبت روزه میگرفت. همین خیلی ابو هریره رضی الله عنه پنهانی بسیار صدقه میکردن میگفتن که صدقه پنهانی بسیار ثواب ثمره کلان داره که صدقه که دستی راست و دستی چپ اگر نفهمه این دیگه بهترین صدقه است یعنی که کاری کنی که بغیر الله کس این نمونه‌های چی هستن نمونه‌های اخلاص هستند. حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله عنه اخلاصش چنان بود که میگفت اگر تا زمانی که من یک قدم اگر در بهشت بزنم یک قدم در درون بهشت باشه یک قدم بیرون باز من میترسم که الله سبحانه و تعالی مرا امتحان کنه
و یک از صفاتهای ابوبکر صدیق رضی الله عنه بسیار گریه میکرد، بسیار گریه میکرد. یک روز اخلاص داره، محبت، این نمونه‌های اخلاصی باز تکرار میکنم. یک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش نماز امامش گذاشتن، امامش اصلا کسی که یگانه کسی که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و پیش نماز شده بود ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و پیش نماز امام شد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و وقتی بیمارش از قفاش نماز خوند. وقتی که پیش در آوردن مادر من عایشه رضی الله عنها که آزی پدر من گریه میکنه که درمات پیش درمات نماز خوند گریه کرد، نتونست خوابیدن و همیشه گریه میکرد و میگو که یک سخن بسیار مشهور داره، میگو که شما بسیار گریه کنید پیش خدا پیش الله، بسیار گریه کنید. اگر میگن نتونسته گریه کرده مجبور کنی خدا، اگه پیش مردم نه تا تنها مقصد کسی که نبینه گفته است که مقصد کاری کنه که مثلا کسی در مردم نبینه مقصد که اعمال خود بهتره. اما نماز و روزه یا چیزا اعمال هستند که پنهانی نیستن، این اعمال شایستگی اسلام است. ولی خدا خواهد اگر وقتش نقلش می‌کنیم که اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی عمل ظاهری، نماز ظاهری است، حج ظاهری است، یعنی که ظاهری که نمونه‌ای است، نمیتونی پنهانش کنی. یعنی بغیر اینها باید کوشش کنه انسان هر چقدر اعمال صالحش پنهان کند که بغیر الله نبینه. به خاطر الله سیر اصلا، به خاطر الله. اون روزی که روز قیامت که با الله ملاقات میکنی بعد میفهمی که الله چقدر سبحان الله خدا بسیار مهربانه، بسیار ملاقات بسیار نرم، بسیار گرمی. من نمازی میکنم روز قیامت که انسان آب میشود، انسان آب میشود، اما خدا قوتش قدرتش میتیه که آب نشود. وقتی خدا صحبت میکنه من بنده من ترا ای خیل کردم، این سختی ما سختی رو برطرف کردم، تو فکر میکردی که این خدا من نظرش رحمتش برگشت شده سختی قنید کم غلید؟ نه، من در کنار بودم، من این خیل میکنم این خیل میشید. اگر این خیل میکنم و گفتای خودت و نیت خودت مثلا ضرر میدیدی، انسان آب میشه و معاملت الله هم میبینه. سبحان الله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اخلاصش بلند بودیم که میترسید که از الله سبحانه و تعالی یکی از روزا آیات قرآنی چرا شنوید؟ تورا، سوره تور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطا نکنم ان عذاب ربک لواقع. نه حتما عذاب پروردگار تو وقوع میپیوندد، حتما عذاب میبینی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وقتی میشه چون میترسه که هوش میره، کسل چند روز کسل و بیمار میشه در خونش. و دیگر از صفاتهای عمر فاروق رضی الله عنه این بود که همیشه پیش الله سبحانه و گریه میکرد، در چشمای مبارکش در دو خط سیاه بودن، یعنی که دو راهی همون اشکا مونده. عمر فاروق رضی الله عنه عمری که نامش هم میشنوم بسیار کس نه دل تکان میخوره، دل تکان میخوره. خب من فکرم بسیاری بعد شرح دویسیم چی وقت بسیار افتیسه هست. خب الان مگذاریم دستگیر نمینیم نه انشاءالله، مگذاریم با حدیث دوم نه انشاءالله. فکر کنم حدیث اولی مفهوم شد نه اخلاص. حدیث دوم ما انه که حدیث جبرائیل علیه السلام ما گفتیم گذاشته بودیم، اما اگر ایراد شرح بتی بسیار وقت طولانی میگیره، چند جلسه رو میگیره. خب انا سرسری میگیم انشاءالله. شاید کسانی که در اینترنت خوش دیده باشن انا و برای ویم آسان شود سرسری میگیم انشاءالله. حدیث دیم برای چی بود؟ الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا. حديث دوم از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه است. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه این حدیث هم روایت میکنه، یعنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنویدگی بود متصل.
ولی اگه وقت شوا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کمی صحبت کنی از زندگیش، عجیب غریبان، یعنی داستان ها و عبرت ها و درس ها و اندرز های بسیار دارن برای انسانی که انا میخواد که درس عبرت بگیره، پند نصیحت بگیره. خب این حدیث میگه که بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و ذات یوم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی الله علیه و سلم. از زید برماد سرواکش ما گفتیم از زید کدینه حدیثه معنیش ما گفتم میپرسم از زید برماد وقتی صحبت بکنیم دیگه از زید میبریم میدونه ان شاء الله حدیث حداقل مفهومش معنوش. در اینجا این اصلا خب اصلا بیا از اول خط صحبت کنم برای چی این نازل شد، سبب نزول یا که شأن نزول. امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح مسلم در اولین صحیفه‌اش همین حدیث میاره، صحبت میکنن چند نمودش میاره. همونجا صحبت میکنه که پیغمبر الله سوال کرد که سالونی عن دینکم، شما از یعنی از ای اصحاب از من از درباره دین تو سوال بکنید ای برای دین تو. اصحاب پیغمبر خدا دل اونا میشن پیغمبر خدا بسیار سوال کنن، اذیت کنن، بعضیاشون میترسیدن، بسیارشون انا حرمت احترام میکردن، بسیار سوال نمیکردن، اذیت اوزا نمیکردن، مثلا غم نمیدادن. بنا برای همین میگه پیغمبر الله سبحانه و تعالی جبرائیل علیه السلام فرستاد تا دین تعلیم داد که در آخر حدیث میگه که انه اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، این جبرائیل بود که اومد دین شما را تعلیم داد. یعنی که شأن نزولش همین بود، سبب نزولش. بعد علما بسیار درباره همین حدیث صحبت های دارن که امام قرطبی رحمت الله علیه میفرماد که همین حدیث بسیار مهم است. یعنی یکی از علما میفرماد درباره حدیث که این حدیث یا که مثال و داستان این حدیث مثال و داستان سوره فاتحه است در قرآن کریم. سوره فاتحه خیلی مهمه، نه؟ در هر یک رکعت ما نماز میخونیمش، خلاصه قرآن جمع شدگی در اونجا، نه؟ الله بعدا میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله تعالی یگانه تنها اخلاص یگانه تعالی تنها با اخلاص و محبت عبادت میکنیم و ایاک و خاص از تو طلب میکنیم، یاردم میپرسیم. اینجا وعده میکنیم از نماز اصل میشیم، از دیگر رو طلب میکنیم، از دیگر امید به دیگر کس میکنیم. سبحان الله. اینجا الله وعده مستحکم بسیاری از ما خیلی درک فهم قرآن میروه. از نماز بیرون، از مسجد از بیرون در جامعه بسیار مردم چیکار میکنه؟ بسیار از ما کمبود دارن، فکر میکنه، تاکیه میکنه با جیبکای مردم نگاه میکنه. رحمت الله نگاه کن، رحمت الله در هیچ جنبت خلق الله یاردم میکنه. پس خیلی که وعده دادیم الله که یگانه تر الله با اخلاص و محبت عبادت میکنیم و یگانه از خود طلب کمک میپرسیم. پس شایسته اینه که فقط از الله کمک طلب پرسیم، از یگان کس نپرسیم یگان چیز. خب اینجا امام قرطبی رحمت الله علیه میفرماد پس امین حدیث مثل سوره فاتحه است. کتاب یا که فاتحه الکتاب بسیار نام داره. سوره فاتحه بسیار مهمه. این حدیث هم مهمه. چرا؟ چون که این ریشه دین در بر میگیره، یعنی فوندامنت در میگیره. یعنی که در اینجا صحبت از اسلام میشه، یعنی اسلام چیه؟ دین اسلام. صحبت از ایمان میشه، صحبت از احسان میشه. چهار مسئله که در بر میگیره قیامت در بر میگیره. اما سه فوندامنت و ریشه دین در بر میگیره: ایمان، اسلام، احسان. بنابراین همین حدیث بسیار مهم است. خب اینجا میریم شرحش میتیم که میگه که بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم، یک روز
ما نزد پیغمبر الله صلی الله علیه و نشسته بودیم. حضرت عمر فاروق صحبت کیسه سیره مستقیما از پیغمبر خدا صلی الله علیه و حدیثش نوید این صحبت کیسه است. اذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب نه هنگام یعنی که یک رجل یک مردی اومد، میگه که یک مرد اومد رجل شدید بیاض الثياب که لباسش بسیار سخت سفید بود، به نهایت سفید بود. نه سفید سفید ثياب بیاض سفید سفید رنگش. بعد از اون گفته خودت تب توزه تاجیک کردن تب توزه یعنی که بسیار سخت سفید بود، بسیار توزه بود. شدید و سواد شعری و موی سرش بسیار سخت سیاه بود. ببین این عجیبه، ده حدیث اهمیت بسیار اینجا. این حدیث بسیار سبحان الله. ما رفتیم داخلی انا مفهوم حدیث، انا از این طرف هیچ که اهمیت نمیتونه ظاهری چه یعنی ببین جبرائیل علیه السلام بود که اخی این رجل مرد جبرائیل علیه السلام بود، یعنی که چه خیلی رفتار کرد جبرائیل علیه السلام. الله اکبر. نه اصحاب پیغمبر خدا دیدن جبرائیل علیه السلام با نمونه مرد گرفت. اما ما خونده ایستیم امروز در خونه از خانه الله شدگی جمع خونده ایستیم برای چه تعلیم بگیریم. یعنی جبرائیل علیه السلام چه خیلی رفتار کرد، چه خیلی لباسش بود، موی سرش چه خیلی بود. این همش تعلیم درس بسیار مهمه. بسم الله. خب لباسش بسیار سخت سفید بود، تازه و موی سرش بسیار سیاه بود. لا یرا علیه اثر و سفر که در این انسان بر انسان یعنی اگون نشانه سفرکی که این مسافره معلوم نبود. مقصد که انسان مسافر خیلی کوفته و حالا کشدگی میبینیش چنگ داره و لباسش یگان جوش غیجک میبینیم و مقصد با لفظ امروزه بگم لباسش اتکاگی توزه سبحان الله هیچ نمیگه همین مسافر های نکی ولا یعرف من احد نکی ما نمیشناختمش او که این چی معنی داره یعنی که اون مثلی نبود مردمی تهجر نبود نمیشناختیمش یعنی حتما مسافر بوده. لیکن بگم مسافر هیچ اثرات مسافر نه گرد نه غبار نه خسته نه آفته نمیبینی. عجیب بود نه. حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و آله اومد تا نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله نشست. فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال میگه اومد نزد پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم شیشت. ببینید چه خیلی شیشت زانو را با زانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستش بالای على فخذيه و وضع يديه على فخذيه دستانش بالای زانوش گذاشت. های بعد حدیث میگه در نزد در بالای پیامبر صلی الله علیه و گذاشتن که بسیار کس میگه که در بسیار کس روایت میکنه همین ویرسی را که مثل اتهشت شیشت دستاش بالای فخذ بالای پشت گذاشت. یعنی این شیشتن کی بود؟ جبرائیل علیه السلام. یعنی ما را تعلیم میده که چه خیلی ببین رفتار میکنه ملائکه خدا. اون کی با اون کدوم ملائکه؟ جبرائیل السلام یکی از مهمترین یعنی ملائکه انا درجه دارن. حضرت جبرائیل السلام بسیار مقام بلند داره. 4 ملائکه بالاترین است. عزرائیل میکنه جبرائیل السلام انا اسرافیل 4 تا بالاترین ملائکه هستند. انسان ها هم خیلی هستند. اگر اخلاص محبت عبادت شایسته اگر انجام بدن اینا بالا میشوند از ملائکه دا بالا میشوند اما از 4 ملائکه نه مگر که پیغمبرای خدا از ملائکه بالا هستند. نزدیکترین به الله ملائکه چی هستند؟ پیغمبر الله هستند. از پیغمبر ما علیه السلام هستند. حبیب خدا علیه السلام که ما امت همین خیلی ما پیغمبر بهترین پیغمبر هستیم و بهترین امت هم هستیم ان شاء الله. کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.
خب پس ببینه که جبرائیل علیه السلام چه خیلی شیشت نه مثل اتحیات این دیگه بالاترین و با ادب ترین ادب بدنی ادب پس ما باید امت پیغمبر خدا با ادب باشیم و بهترین شیشتن پیش استاد چه خیلی است با همین بگیم فرم تشهد اتحیات میشنه میخواست اما کسی که شرپاشین هیچ کاری نمیکنه که مثلا که ایواز کنه شیشتنشا بعد ما از این چی میفهمیم حضرت جبرائیل علیه السلام مسافرت کرد سفر کرد یعنی علم چیزی است که فاروق به خاطر علم سفر میکنی نه به خاطر علم سفر میکنی جبرائیل علیه السلام سفر کرده گیاه با بغیر از این با چه چیز میفهمیم از سیاق حدیث از سیاق حدیث چی میفهمیم گفتن گذاشتن که مسلمان باید توزه باشه یگان چرکی نه توضیحش ندادیم این معنی داره که لباس مسلمان باید توزه باشه سفید رنگ سفید هم خوبه اما مقصد که مهم که باید مسلمان توزه باشه یگان چرکی نباشه لباسش خوشرو باید باشه بعد فهمیده میشه که اینجا شدید سواد شعر موسرش بسیار سیاه بود از این فهمیده میشه که انسان طلب علم کنه در جوانش نه جوان که موسرش سیاه پیرش سفید میشه یعنی اون معنی داره که انسان در جوانش درس بگیره خوبتر بهتره در راه الله خدمت کنه با علمش ببره فایده میکنه ما بسیار صحبت کردیم برای علم نه الله توفیق میده این ادامه بدیم نه که فقط یک حدیث اگر بگم احمد بن حنبل رحمت الله علیه انا بسیار چی داره مقوله صحبت داره میگه که وقت در برای علم صحبت میره میفهمد که لا يعدله انا العلم لا يعدله شيء لمن صحت نیته یعنی علم برابر علم یگان چیز نمیشه زمانی که همین طالب علم نیتش صحیح درست باشه یگان چیز و طلب علم کسب علم و خدمت در راه الله در دین الله برابر نمیشه یه فراموش نکنه صحبتی که احمد بن حنبل رحمت الله علیه یکی از امامان مسلمین است ببینید خودش چه خدمت کرده خدمت کرد چه مشهور شد و اگر صحبت بکنیم سبحان الله با میدونیم میریم اون طرف یعنی که یگان چیز یگان کسب و کسب علم نمیشه نه سپورتش نه بیزنسش نه یگان کسب یگان چیز نه شفیاری نه تراکتوریست نه یگان اگر اینها خوب هستند باید اصلا این فراموش نکنیم که نفقه فرض است انسان کار کنه نه که اگر ما درباره عموما صحبت داریم که چیز خوبتره در دنیا احمد بن حنبل میگه که ای مردم بگیره علم چون که علم یگان چیز برابر علم نمیشه زمانی که انسان طالب علم نیتش درست باشه نیتش به خاطر الله باشه نیتش به خاطر مشهور بودن انا مردم کار فرمیده دیگه نباشه مثلا به خاطر الله باشه علم بگیره چه خیلی که خودش خدمت کردن به خاطر یک حدیث چه خیلی زحمت ها میکشن مسافرت میکردن عراق یک حدیث شک کردن شام چقدر گفت پسر که پدر جان چون خوب نمیره نیست میشم خیست گفت حدیث گفته سام شک دارم در میخوام که سفر کنم به سوی شام سوریه گفت سبحان به خاطر یک گفت چند روز سفر کردم سفرای چی با شتر با چیشون مثل سفرای مونه که ماشاءالله بلیط بگیری امریکا نگاه میکنی در اولای دنیا هستی 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد 4 ساعت بعد این خیلی نه چند روز زحمتا کشیدن در راه مسافر تشنه کوفته خسته برای یک حدیث رفتن سوریه به خاطر یک حدیثی که دستاویز صحت چه بدون گفتن یعنی که مهنت یعنی کسی که علم بگیره خدمت کنه دیگه بهترین راه یعنی با علم علم همش خوبه اما بهترینش علم چی است علم اسلامی است علم اسلامی باز مهمترینش توحید است همون ریشه است
علم دو تقسیم میشه، علم توحید عبادت الله سبحانه و تعالی، علم توحید امی یک تو پرستی الله و دیمش قشش عبادت چی میشه؟ انا طلب علم انا فرض ہے، طلب العلم طلب العلم فرض كل على المسلمين، طلب العلم فرض على كل مسلم تابع حدیث بفکرم. یعنی طلب علم همون مینی موشه فرض ہے، چی مرد چیزان باید طلب کنه، اما زیادتر او خوبتر و بهتر است. خب رفتیم طلب اینجا فهمیدش حدیث که چی انسان در جوانیش طلب علم کنه خوبتر و بهتره، اما کسی که هیچ اشکال نداره که مثلا بعد طلب گرفت طلب علم کرد در پیریش فرق نداره، اشکال نداره، ثوابش هم میگیره. یعنی که خوبتر و بهتر اصلش قاعدش در جوانی است. اما عالمان بسیار داریم که در پیروش طلب علم کردن و خدمت کردن در الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی از اون خدمت کار گرفت. این بر همین امید نشه کسی که سین سالش کلونه بازم علم تو در دم مرگ تو گهواره تو این حدیث است، حدیث ضعیف است اما مفهومش طوریه که طلب علم در مهد الی لحد از گهواره تا قبر طلب علم کردن می شود. اما اینجا حدیث میفهمده میشه که در جوانی طلب کنی خوبه. با چی ما اینجا درس میگیریم از سیاق حدیث؟ استاد بسیار مهمه، نه؟ حتما به خاطر کسب علم استاد انسان بگیره. ها گفته عصر 21 زندگی داریم یا که در امریکا زندگی داریم، همه شرایط هستن، بهترین دانشگاه همه مهیا هستن. گفته مثلا اینترنت هم استفاده کنم نمیشه، حتما استاد در کار. اینترنت خوبه استفاده میکنیم، اگه کلا اینترنت خاطر بگیری استاد نگیری گفته نمیشه، حتما استاد مهمه. چقدر حدیث ما میفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین استاد معلم بشر بودن. یعنی برای طالب علم بسیار مهمه که استاد بگیره. اکثر همه را از اینترنت امروز دین شب یک عالمان مگن در مدرسه در علوم خاص چی دارن؟ چند روزه ما مخصوص به چی دارن؟ تجارت دارن. ما تخصص تجارت های معاملات الفقهی، اقتصاد الاسلامی، همین ریبا و دیگر استادا آمدگیان امریکا بعد صحبت کردن، وظیفه هم دادن، گفتن اینه که فقط یک شرط بودن. چی شرط بودن؟ فقط جی پی چی استفاده نمیبری شما. چطور استفاده نکنه؟ اخی تو بکوی مثلا درست میگه انسان طالب علم باید بکو بچه خودش مستقیما باید بگیره. این چت ها نیادیوژ درست است، نعمت خدا اصلا خوب است اما نیادیوژ نیا و امثال جی پی چت مثلا کامپیوتر مثلا کامپیوتر که صحبت بکنه با انسان. پیشتر شیخ گوگل میگفته ما از شیخ جی پی چت میگیم. مقصد که انا استاد حتما استاد در کاره. انسان باز زونوی ادب بگذارن از استاد، صبر استقامت کنه، درس بگیره. ای حدیث سوال تو میتونی خشو گوش کنی، گپ نزنی وقت درس. انا خیلی درس بیم سوال میتونی از همون طرف سوال میتونی ان شاء الله. خب جات جی پی تی کامپیوتر گپ زنه، کامپیوتر از که صحبت میکنه. ای ها شما در کجا زندگی میکنید؟ در امریکا. این شیخ جی پی چت ندارید؟ خب رفتیم ادامه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد وقال جبريل عليه السلام فرمود وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. این مرد فرمود یا محمد، ای محمد اخبرنی. اینجا صحبتم بسیاره چون که ملکه یا محمد گفت در حالی که الله سبحانه و تعالی الله میفرماد در سوره برکه نور
مسلمانان کی ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، یعنی سبحان الله پیغمبر را صدا نزنید مثل که شما بعضتون بعض صدا میزنید، یعنی فریاد نکنید پیغمبر خدا را مثل که شما بعضتون فریاد میزنید با نام میده اختیار که سرو که فلان که خیلی صدا نزنید، خیلی حبیبی من صدا نزنید. الله خودش الله سبحانه تعالی در قرآن نگاه میکنی پیغمبر رو با نام میگه، زمانی که نوبت پیغمبر میگه یا نبی یا ایها نبی، ای نبی نامشو نمیگیره، نام پیغمبر اصلا در قرآن میگه چند بار محمد رسول الله مثلا نامشو میگیره، نامشو نمیگیره خداوند تبارک تعالی یا نبی میگه کلی ازواج بناتک تا اخیرا. خدا ما امر میکند مؤمنان که پیغمبر مثل خدا فریاد نکنید صدا نزنید. پس چما جبرئیل یا محمد نامش گفت یا محمد، این امر بود دستور خداوند از جانب خداوند. یک بعد بعضیا میگن که این منسوخ شدگی است، بعضیا میگن که سبحان الله گفتم اگر ما این شرح بدیم خیلی وقت میگیره خفتن مایس است. بعضی میگن که این ملائکه را جایز بود ملائکه گفتن. اخبرنی عن الاسلام، ملائکه گفت که من از اسلام خبر دید. یعنی اسلام چی؟ اسلام چی؟ اسلام پیغمبر الله گفت که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایدامش سخنی که امیر المؤمنین نه چی گفت؟ فقال پس گفت کی گفت؟ رسول الله. اما رسول الله میگه نه محمد نمیگه، حضرت عمر فاروق نه میگه رسول، فقال رسول الله. حضرت عمر فاروق گفته است نقل کس. پس رسول الله گفت چی گفت؟ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتي الزکاه و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطاع الی سبیلا. قال صدقت. مقصد که اسلام یعنی که شهادت دادن که نیست هیچ معبودی بر حق مگر الله، محمد فرستاده الله هست و نماز برپا داشتن و روزه گرفتن، زکات دادن، حج کردن اگر استطاعت داشته باشی، اینا رو توضیح. اما اسلام چی معنی داره؟ ترجمهش میگم اسلام از کلمه تسلیم شدن، چقدر که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره از حبیبش از خلیلش ابراهیم خلیل صحبت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اون زمانی که ابراهیم الله پروردگارش گفت که تسلیم شه، گفت تسلیم شدم من به پروردگار رب العالمین. با کی؟ به رب العالمین، به صاحب رب العالمین دنیا، صاحب زمین و آسمان، کوها، دره ها، آفتاب، مهتاب، تمام همه چیز هستی. الله عظیم. مردم دنیا رو درش رفتن دویدن نه خداش نعوذ بالله شهوت شد، خداش پول شد، خداش دلار شد، خداش نعوذ بالله گرین کارت شد، نعوذ بالله. های افرایت الذی اتخذ هواه الهه هواه. خدا میگه آیت ندیدم کسی که هواش نفسش خدا گرفت. سبحان الله. پس اسلام تسلیم شدن، این قیاد تسلیم شدن یعنی که نسبت الله سبحانه و تعالی کلمه تحت لفظیش نگاه کنی. انا اصطلاحش همون 5 طلبه اسلام: ایمان یعنی شهادت، نماز، روزه و زکات، حج. این وقتی که این گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، جبرئیل گفت که مرد گفت که صدق تو راست گفتی. کوتاهش کردم میریم که تمام ان شاء الله. انا گفت که راست گفتی. عمر از الان گفت ما تعجب کردیم که این سوال میکنه با جواب میتیه. خب قال فاخبرني عن الايمان. بود دیوار سوال داد که من از ایمان خبر. ایمان چی یعنی؟ قال ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بقدر خیره و شره. قال صدقت. این مرد گفت که پیغمبر که من ایمان چیه؟ ایمان اعمال درونی است. اسلام ظاهری است، نماز و روزه هم ظاهری است، ایمان درونی. اینجا پیغمبر علیه السلام 6 طلبه اسلام 6 طلبه ایمان گفتند. ایمان که ایمان به الله سبحانه و تعالی، ملائکه و کتاب خدا و رسول پیغمبر خدا و روز قیامت و ایمان آوردن به تقدیر خیر شرعیش. 6 طلبه ایمان. این رو توضیح نمیتیم. میگذاریم. قال صدقت.
گفت که تو راست گفتی تعجب کردیم سوال میتونی آیا نمیدونه که کیه انسان برای اون تعجب بوده این حال بعد گفت که قال اخبرني عن الاحسان سوال سوم گفت که اخبرني عن الاسلام من از اسلام خبرت اسلام بخشش احسان از احسان خبرت احسان چیه قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان ترجمهش نیکوکاری نیکوکاری کاری خوب کردن اما در اسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك مقصد که تو چون عبادت کنی که گویی که الله دیده است واقعیت انسان همین کارو میکنه اگر که تمرین کنه عبادت میکنه که گویی در یعنی که پیشگاهی عظیم جبروت الله ایستادن عبادت کیسه یعنی که یقین 100% نماز میشه 100% یقینش میشه 100% در عبادت یقین میشه خیلی از علی رضی الله میگه که اگر من حاضر جهنم و بهشت ببینم اگر یگان چیز اضافه نمیشه بر ایمان من بر یقین من یعنی هیچ فرقی من ببین یقین 100% ده یعنی اگر حاضر با چشم سر ببینیم بهشت جهنم همین یگان چیز تغییر در ایمان من در یقین من نمیشه یعنی بالاترین یقین انسان اگر تمرین کنه بالاترین یقین میگیره میفرماید که انت عبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اگر تو نتونستی این به دست آورده بعد انسان احساس نکنه الله او را دیده است در این باره خیلی انا میخواستم صحبت کنم چون که این بسیار مهمه همه چیز مهمه این مهمه این چیزی است که کم از ما رعایتش میکنه همین احسانه یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه حاضر ناظر دونسته چی در نماز چی در مسجد چی در خانه در فضای خانه چی نسبت پدر مادر احترام احترامش انسان همیشه باید خداوند حاضر ناظر بدونه هیچ نمی‌مونه بدون که خداوند دیده است جمع گیری کنه حمد احترام پدر مادرش کنه نسبت زن فرزندش کودکای بیچاره‌اش احسان نیست کم بوده همین خیلی در تمام امور کارهاش مقصد همیشه کاری کنه انسان که الله فراموش نکنه الله حاضر ناظری بدون اعمالش ناظر اعمالش بدون مقصد بالا این کار کنه بعد میگن که قال فاخبرني عن الساعه صحبت کردن که فاخبرني عن الساعه سوال دادن که من از ساعت از قیامت سوال بتی خبر که قال من مسئول عنها باعلم من السائل فرمودن که مسئول سوال کرده شده از سوال کرده بیشتر نمیدونه در این مسئله یعنی در مسئله قیامت اینجا میدونید عجیب غریبه اینجا فقط اینجا خیلی کلمات استفاده بودن پیغمبر الله من مسئول عنها باعلم عن سائل مسئول سوال کرده شده زیادتر بیشتر از سوال کرده نمیدونه این منحصر به حضرت جبرائیل و پیغمبر ما نمیشه یعنی تمام کسی که سوال میکنه و سوالش میکنن تا قیامت نمیدونن که قیامت کی برپا میشه بجز الله نه و یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو در برای سوال میکنن که قیامت میبره در قرآن بسیار جمعه میپرسنن بگو که من نمیدونم جز الله کسی نمیدونه لا یجلیها لوقتها کسی وقتش نمیدونه کسی نیست که وقت قیامت آشکار کنه کدوم وقت فقط و فقط الله میدونه اینجا چیزی که گفتن میدونم خیلی تمام میکنه آخرش میگم اینجا پیغمبر الله سبحانه گفت که نمیدونم یعنی حبیب خدا گفت نمیدونستم سوال کردن درباره دین بگو نمیدونم بسیار مهمه یعنی پیغمبر الله گفت نمیدونم بعد ما اگر سوال کردن از دین بعد بگو نمیدونیم قصه و داستان بسیار چی داشتم اینجا صحبت داشتم برای همین برای نمیدونستن وقت تمام شد خب اما علی مشهور میگم که احمد بن حنبل نه امام مالک رحمه الله از راه دور ایدگر قشلاق میان سواره مسافرت میکنن 40 سوالش میتیان امام کلمه از 40 سوال وقتی میپرسن میگن نمیدونیم لا ادری و حیرون زد ای 40 سوال 4 سوال داد جواب 36 تا ندونست
گفت که من برمیگردم مردم چی میگم یک عالم کلون اصلا چی جواب تو با استاتوس کلون داری گفت که پروستا بگو که شیخ نمیدونیست بگو نمیدونی مولا رحمت الله نبر همین الله میگه ولا تصف السنتكم كذب هذا حلال ولا تصف السنتكم كذب هذا حلال هذا حرام هذا حلال شما نگه این حرام و حلالای نودونیستا تحمد به الله نبنده نمیدونم ما نمیدونم نسبت علم خب در آخر وقت تمام شد الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه همه ما هدایت بفرماید علم نافع خدمت کار بگیرید ان شاء الله سوال هست می